روز چهارشنبه امارات متحده عرب تصدیق کرد که در نتیجه ترکیش روز سه‌شنبه 10 январ در شهر قندهار افغانستان 11 نفر به هلاکت رسیدند که 5 نفرش دیپلمات‌های امارات متحده عرب بودند. همچنین روز سه‌شنبه در نزد بینای پارلمان افغانستان دو ترکیش دیگر به عمل آمد که 30 نفر کشته و 80 نفر مجروح شدند. برای صحبت در این موضوع ما همکارمون از بخش افغانستان آزاد قادر حبیب رو دعوت کردیم. خوش آمدید. تشکر. خب نخست بیاید سری تحولات اخیر صحبت کنیم. چی معلومات تازه دارید در این رابطه شما؟ بله، قسمی که شما اشاره داشتین از انفجارهای همزمان در کابل، قندهار و همچنان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان هم حمله انتحاری به وقوع پیوسته که دهها کشته و مجروح به جا گذاشته. این حملات همه در یک روز رخ داده و واکنش حکومت افغانستان در سطح ملی یا محلی اگر بگوییم مقامات افغانی را محکوم کردن و همچنان در سطح بین الملل ایالات متحده آمریکا، متحدین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و متحدین حکومت افغانستان، کشورهای غربی و همچنان ملل متحد واکنش شدید در ارتباط به این حملات نشان دادن و ایره شدیداً محکوم کردن. قرار شما اشاره داشتین در یکی از این حملات در جنوب افغانستان در ولایت قندهار 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شده. سفیر امارات متحده عرب، معاون ولایت قندهار، یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان و یک عضو مجلس سنای افغانستان شامل 15 کشته در قندهار است و همچنان یک تعداد دیگری در این حمله مجروح شدند. گروه به دوش خود گرفته این حمله ها رو یا نه؟ حمله کابل را طالبان ادعای مسئولیت کردند و گفتند که این حملات را اونا انجام دادن و در شبکه‌های اجتماعی حداقل یک عکس از حمله کننده انتحاری را من خودم دیدم که گفتن این شخص این حمله را انجام داده، یکی از این حملات انجام داده. اما حمله قندهار را جالب این است که طالبان گفتن این با ما ربط نداره. گمان بر این است که یک تعداد از سران سابق طالبان رفت آمد داشتند به امارات متحده عربی و در گذشته امارات متحده عربی از جمله 3 کشور بود، عربستان، پاکستان و امارات متحده عرب، 3 کشور بودند که حکومت طالبان یا رژیم طالبان را به رسمیت میشناختند. شاید هم دلیل ای که گفتم میشه طالبان گفتن که ما در این حمله دخیل نیستیم همین باشه. ببینید در افغانستان ترکیش ها پیوسته رخ میدهند، اما طور مشاهده می شود در این اواخر شماره کشته شده ها خیلی زیاد است. سببش در چی است از نگاه شما؟ بله، به موضوع خوب اشاره کردین. قسمی که دیده میشه در حملات اخیر در کابل تعداد تلفات بلند بوده. خب یکی که در مناطق مزدحم شهر حملات صورت میگیره، دوم این که زمانی که این دو حمله همزمان صورت میگیره در این اواخر، یکی از تکتیک های میتونیم بگوییم گروه شورشی طالبان است که اینا تکتیک تازه را گرفتن که یک حمله کوچک رخ میده زمانی که مردم و نیروهای امنیتی گرد میآیند بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه برای بررسی وضعیت و برای رسیدگی به مجروحین حادثه و قربانیان حادثه حمله انتحاری دیگری را در پی می داشته باشه که به این دلیل تعداد تلفات به ده‌ها تن بالا میره، 10 کشته حداقل از خود به جا میگذاره و زخمی همچنان. حالا مقامات رسمی وزارت صحت کشته شدن 38 تن را در کابل تایید کردند، اما از یک منبع موثقی که لیست کشته شده ها را از یک شفاخانه کابل به من فرستاده، من اسم 54 کشته را در این لیست و یا در این فهرست دیدم، مشاهده کردم و به این ترتیب تعداد مجروحین هم بلند است که گفته شده 75 بیش از 70 نفر در این حمله زخمی است و تعداد بلند را می‌بینیم. در گذشته هم در عملات اخیر قسم که شما گفتین هر حمله 10 کشته و زخمی به جا گذاشته. خب طور شما هم اشاره کردید و چگونه به نظر میرسد این حمله ها مثل که هماهنگ شده هستند و از نگاه شما چرا محض در همین یک روز در همین روز این حمله ها صورت گرفتند؟ شاید یگان روز خاصی بود؟
خب تحلیل‌های متفاوت زمانی که ما با تحلیلگران و کارشناسان آگاهان امور صحبت داشتیم از این وضعیت وجود داره. یکی که زمستان هست، طالبان در جبهات جنگ در چند هفته اخیر تحرک قابل ملاحظه ای نداشتن، میخواهند که نشان بدن که اینا همچنان به شورششان ادامه میدن. حتی در واشنگتن دی سی زمانی که از سخنگوی قصر سفید هم پرسیده شد، اونا سوال طوری اونجا مطرح شد از مقامات امریکایی که آیا این حملات همزمان میتونه پیام به اداره جدید امریکا باشه از طرف شورشیان طالب که گویا ما هستیم و اوباما نتونست ما را از بین ببره و ما به جنگ و شورش و کشتار ادامه میتیم. این هم میتونه که یک پیام باشه و این حملات گفته شما همزمان هم است که طالبان میخواهند باز در سرخطهای خبرهای جهان و افغانستان قرار بگیرن و نشان بدن که اینا یک گروهی که به جنگ و به شورش در مقابل دولت افغانستان و متحدین بین المللیش ادامه میتن، همچنان یک گروهی هستن و قوی هستن و دارای تحرک و افراد هستن که همچون عملات انجام بدن. تشکر زیاد برای شرح موضوع. یادآور میشیم که در مهمانی ما قرار داشتند همکارمون از بخش افغانستانی آزاد قادر حبیب.